همونطور که میدونید سین و شین داخل وکال خواننده یک مبحث خیلی مهمه که کنترل کردنش واقعا نیاز به گوش قوی میخواد و اینه که بهتر این مانیتورها رو بندازیم دور و با گوشمون کار کنیم. تو این ویدیو در رابطه با پرو دی اس صحبت میکنم که یک دیزر هستش. آهنگساز من. اول از همه باید بدونید که گوش شما باید فرکانس ها رو خوب بشناسه، یعنی باید به این برسین و گوشتون با هدفونی که دارین و با مانیتورینگی که دارین کالیبره شده باشه. یعنی برین چند تا آهنگ خفن از آهنگایی که هر روز داره منتشر میشه تو جهان پیدا کنید و بیاید گوش کنید اونها رو داخل سیستمی که دارین تا گوشتون به اونها عادت کنه. به این ترک ها ما میگیم رفرنس. وقتی گوش شما عادت میکنه که خب یک صدای خوب داخل باند مانیتورینگ اینجوری شنیده میشه، حالا میتونه هر صدایی باشه، صدای ساز باشه یا صدای خواننده باشه، هر چی، شما اون اصولی که باید رعایت کنید و به صورت ناخودآگاه متوجهش میشید. این یک. دو اینه که وقتی شما فضای لو فرکانسی کارتون رو قشنگ متوجه شدید و فضای میدرنج کارتون رو متوجه شدید، باید فضای های فرکانسی تون رو متوجه بشین. داخل باند مانیتورینگ میتونین لو فرکانسی رو میکس مسترینگ کنید، میتونین میدرنج رو میکس و مسترینگ کنید، های هم میتونید میکس و مسترینگ کنید، ولی بهتره که از هدفون مانیتورینگ استفاده کنید برای اینکه های فرکانسی رو قشنگ بشنوید. و اینه که های فرکانسی جاییه که نوسانات فرکانس خیلی زیاده، یعنی بسامدها خیلی بالا پایین میشن و اونجا جزئیات زیادی به ما میدن. کوبش نداریم ولی اونجا جاییه که احساسات هستش. هر جایی که جزئیات کمتره احساسات کمتره در وکال خواننده و هر جایی که در واقع فرکانس ها زیاده، بسامد ها زیاده، اونجا جاییه که احساس خوابیده. حالا این عقیده شخصی منه، میتونه داخل بیس کارم احساس خوابیده باشه، ولی خب بهتره بدونید که من با این همه تجربه متوجه شدم که فرکانس های و میدرنج احساس خواننده اونجا، اصلا بخش عمده از صدای خواننده اونجاست. حالا هر چی میخواد باشه، سوپرانو میخواد باشه صدای خواننده، باریتون میخواد باشه، باس میخواد باشه، تنور میخواد باشه، هر چی میخواد باشه، بخش عمده ای از احساس خواننده داخل اون محدود است. بهتره که رو اون محدود خیلی حساسیت به خرج بدین و از همه مهمتر لاینه های موزیکتون، از جمله بیتی که دارین، حالا اگر اسنیر و کرش و اینطور استفاده کردین داخل کارتون، یا حالا مثلا گیتار الکتریک استفاده کردین، یا مثلا پیانو تو آکوردهای بالا، هر چیزی که تو های فرکانسیتون هست اگر استفاده کردین بهتره که اونها رو پن کنید یا در واقع تضعیفشون کنید، چون اگر این صداها، این فرکانس ها با صدای خواننده در واقع رو هم دیگه بیفتن، اتفاقی که میفته تشدید فرکانسیه و اونجا فرکانس های ما میترکه. بهتره که پنش کنید یا تضعیفش کنید که یک تضادی ایجاد بشه، یک در واقع تفاوتی ایجاد بشه. و اینه که اینجاست که شما تازه میتونید سین و شین ها رو کنترل کنید. بهتره که به صورت سولو کنترلش کنید و اینه که دیزر همونطور که میدونی بچه کارش چیه؟ کارش اینه که سین و شین و ف، هر چیزی که ماهیت س اینو داره رو میگیره، کارش اینه. اینو ما باید به یک اندازه ای بگیریم. بعضی وقتا در واقع ما میایم اون سین و شین رو تا جایی میگیریم که اصلا دیگه شنیده نشه. خب اینجوری احساس کار از بین میره و اینه که حتی اگه وکالتون ریورب داشته باشه از بین میره. اون در واقع امبینس ددروم که خواننده توش رکورد کرده، محیطی که رکورد کرده، ما به اون امبینس نیاز داریم بچه، اونم از بین میره و چیزی که ما تحویل میگیریم یک وکال رباتی خشکه که اصلا به درد ما نمیخوره. همچین کاری اصلا نباید بکنید. پس هر چیزی اندازه داره. زیادم به این گین ریداکشن و این طورسا توجه نکنید، فقط به گوشتون اعتماد کنید. همونطور که بهتون گفتم رفرنس مهمترین چیزه بچه، رفرنس حتما داشته باشید. یه سرچ هم کنید آهنگایی که الان قشنگ داره پخش میشه داخل اسپاتیفای، اینا همشون اصول رو رعایت کردن. حالا میتونید سرچ کنید رنکینگ بهترین میکس و مسترینگ های جهان، گوش کنید و آهنگاشون رو داخل سیستمتون داشته باشین، گوشتون عادت کنه بهش. و اینه که حالا سین و شینو وقتی ما میخوایم کنترل کنیم، شده که گفتیم سین و شینو حذف کردیم و فکر کردیم که خب اوکی الان اوکیه، ولی وقتی که موزیک رو روش انداختیم، یعنی موزیک رو از حالت سولو در آوردیم، اتفاقی که افتاده اینه که اون سین و شین ها
اصلا دیگه شنیده نمیشدن. بعد میایم خب کمتر میگیریم، باز دوباره میبینیم که سینوشینا خیلی دارن میزنن. اینجا بچه‌ها مشکل از موزیکه. شما باید برین سینوشین موزیکتون رو بگیرین و اینه که اون قسمت رو تقریبا اگر میتونید کلا حذفش کنید، تضعیفش کنید تا جایی که اصلا شنیده نشه، که این وکال خواننده سینوشینش که میزنه تا یه اندازه‌ای ما کنترلش میکنیم که تشدید فرکانسی داریم قطعا، اما تا یه جایی داریم که اون احساس خواننده از بین نمیره و اون سه و شه هم به گوش ما نمیرسه که بخواد بره رو مخمون. خب بچه‌ها دیزری که من همیشه استفاده میکنم، بیایم اینجا دیزر. من از پرو دیز پک فاب فیلتر استفاده میکنم، یعنی این پلاگین. البته پلاگین های دیگه هم هستا ولی خب این بهتره، من با این بیشتر حال میکنم. و اینه که این خیلی خوبه، حتی میتونی محدود فرکانسی هم تعیین کنی براش. بچه‌ها این اوور سامپل رو اگه سی پی یو قوی دارین بزنینش روی X4 که در واقع خیلی بیشتر از سی پی یوتون کار میشه اما با کیفیت تر این کار انجام میده. من اینجا وکالی داریم یه وقتا که ملوداین هم نشده. بچه اینجا اگه دقت کنید بچه این بخشا رو شناسایی میکنه به عنوان، ببینید این شه چقدر کوبید. خب ما اینو مهدش بیشتر میکنیم. اینجا هم بچه حتما تعیین کنید که وکاله و کارش هم خیلی راحته دیگه، شبیه کامپرسور عمل میکنه. شما میایید اینو کم میکنید تا اینجا که یک گین ریداکشن داشته باشیم. بهتره که وسط اون محدوده رو در نظر بگیرین، یعنی نه اینقدر مثلا میبینید چقدر اینجا کوبید، اینجا خوبه. رنج کم شدنش هم بچه گین ریداکشن متوجه میشید. نگاه کنید این قلبم پره عشقم. خب این گین ریداکشن که منفی 4 خیلی افتضاحه، نباید همچین اتفاقی بیفته. خب شده که ما بعضی جاها وکالمون خیلی زیادتره، یعنی ولومش بیشتره. چیکار میکنیم؟ اون محدوده رو که در واقع این اتفاق میفته چیکار میکنیم؟ بچه‌ها من اینجا دیتکت رو میزنم که این رو صفحه بمونه. دیتاچ بود ببخشید، داره دیتاچ. خب اینجا خب اینجا ما یه ولوم خیلی زیادی داریم. حالا شما میتونید با در واقع CLA در واقع ویوز هم میتونید کنترلش کنید. میتونید اینجوری هم کنترل کنید که مثلا روش یه دونه میک یونیک بگیرید، یعنی یه تیکه رو کات کنید، میک یونیک بگیرید که این جداشات ولومش رو کم کنید به همین راحتی. خیلی مهمه که اول از همه توی میکس و مسترینگ شما باید چیکار کنید؟ خیلی مهمه که این کار انجام بدید، یعنی ولوم صداتون رو یک دست بکنید. فارسیم تمام شد. و اینا هم بعد یه جوری انجام بدید که دیگه خوشو نشون نده دیگه. بهتره که با اتوماسیون این کارو بکنید. یه وقتای دلش این قلبم پره عشقم همش. میبینید که اون احساس کار گرفته نشده، ولی اگه من اینو تا ته بیارم پایینم ببرم بالا، اتفاقی که میفته عشقم همش که خیلی شدید ترین کار انجام داد، ولی خب عشقم همش. ببینید اگر با دقت گوش کنید احساس کارو میگیره. به این موضوع خیلی توجه کنید. بهتره که این پلاگین بعد از ملوداین استفاده بشه، یعنی اول ملوداین کنید وکالا بعد این پلاگین رو استفاده کنید. بهتره بعد از کمپرسور استفاده بشه. میتونید قبل از کمپرسور هم استفاده کنید، یعنی اول پاکسازی فرکانسی انجام بدید، اون فرکانسایی که نمیخواین کلا حذف کنید، اون فرکانسایی هم که نمیخواین کلا تضعیفش کنید، اونی که کلا نمیخواین حذف کنید، اونی که یکم نمیخواینش تضعیفش کنید. پرو دیز هم میذاریم که اگر خیلی سئوش میکوبه و میدونید که بعد از کمپرسور قراره خیلی بیشتر این له بشه، چیکار میکنیم؟ میایم سینوشینا رو میگیریم بعد کمپرس میکنیم، یا یکم میگیریم
کمپرس میکنیم، بعد باز دوره بعد کمپرس دیزر میندازیم. هر جوری که خودتون صلاح میدونید دیگه، این به تجربه شما بستگی داره. ولی به صورت کلی تو استفاده کردن از دیزر خیلی محتاطانه رفتار کنید، مخصوصا رو وکال خواننده. چرا؟ چون احساس از بین میبره. آهنگساز من